سلام به همه همراهان عزیز کانال همسفر کلام. یه آشنایی کوتاه با من کسیم که همیشه عاشق یاد گرفتن و اشتراک گذاری تجربه هام بودم. از اون آدمایی که وقتی چیزی یاد میگیرن نمیتونن فقط برای خودشون نگه دارن. دوست دارم با حرفام، داستانا و تجربه هام کمکی کنم تا زندگیامون بهتر و زیباتر بشه. اینجا دور هم جمع شدیم که درباره چیزایی حرف بزنیم که بهمون انگیزه میده. باعث میشه توی رابطه هامون موفق تر باشیم و از لحظه های ساده زندگیمون بهترین استفاده رو کنیم. حالا که یه کوچولو با من آشنا شدید، بریم سراغ موضوع پادکست امروز. خیلی خوشحالم که امروز همراه شما هستم تا درباره یکی از زیباترین و کاربردی ترین کتاب‌ها برای ساختن روابط شاد و پایدار صحبت کنم. کتاب خوشبخت در کنار هم، نوشته سوزان و جیمز پالسکی. این کتاب فوق‌العاده پلی بین روانشناسی و تجربه‌های واقعی زندگیه و به همون یاد میده چطور رابطه شاد، آروم و موندگار بسازیم. نویسنده های این کتاب خودشون یه زوج خوشبخت و با تجربه هستن و از دل علم روانشناسی به زبون ساده و کاربردی راههایی برای تقویت رابطه ارائه دادن. خب بریم با هم وارد دنیای این کتاب بشیم و از نکاتش برای قوی تر کردن رابطه هامون استفاده کنیم. این کتاب میگه خوشبختی توی رابطه مثل یه باغه. چیزی نیست که خودش به تنهایی رشد کنه. برای داشتن یه باغ سرسبز و زیبا باید بهش توجه کنی، خاکش رو تقویت کنی و مرتب ازش مراقبت کنی. همینطور توی رابطه با تمرکز روی رفتارهای مثبت، شناخت نیازهای همدیگه و تلاش برای رشد مشترک میتونی یه رابطه مستحکم، زیبا و پر از عشق بسازی. خب دوستای خوبم، بریم سراغ یه موضوع جذاب که میتونه حال دلتون رو خوب و رابطه هاتون رو قوی تر کنه. بخش اول، معجزه ساده قدردانی. قدردانی همون کلید طلایی رابطه هاست. حتی تشکر بابت کوچکترین کارها میتونه حس امنیت و ارزشمندی رو تو رابطه تقویت کنه. شاید وقت اون رسیده که با گفتن کلمه ساده و پر از احساس ممنونم دنیای رابطتون رو روشن‌تر کنید. قدردانی مثل یه جادوی ساده است که میتونه معجزه کنه. برای مثال هر شب قبل از خواب از همسرتون بابت یه کار خوب یا یه ویژگی مثبتش تشکر کنید. مثلا بگید ممنون که امروز حواست به من بود. ممنون که امروز با حوصله به حرفام گوش دادی. یه دفترچه کوچیک تهیه کنید و ویژگی‌های دوست داشتنی شریک زندگیتون رو توش بنویسید. این کارهای کوچک ولی ساده مثل قطره‌هایی از عشق کم کم یه دریا می‌سازن. قدردانی یه ابزار ساده ولی فوق‌العاده قویه که میتونه رابطتون رو روشن‌تر و زیباتر کنه. حالا که فهمیدیم قدردانی چه تأثیری میتونه تو رابطمون داشته باشه، بریم سراغ یه چالش همیشگی. اختلاف و تعارض و اینکه چطور میتونیم با احترام مشکلاتمون رو حل کنیم. بخش دوم، حل تعارض با احترام. بیایید صادق باشیم، توی هر رابطه اختلاف پیش میاد، ولی اینکه چطوری باهاش برخورد کنیم خیلی مهمه. برای مثال به جای اینکه بگی تو همیشه حواست به گوشیه و به من توجه نمی کنی، میتونی بگی وقتی زیاد سرت تو گوشیه حس میکنم کمتر به من توجه میکنی. دوست دارم امشب بیشتر با هم وقت بگذرونی. نکته‌ای که میتونه جادو کنه، به جای سرزنش احساساتتون رو با جمله‌های من شروع کنید. به جای تو هیچ وقت به من اهمیت نمیدی بگید وقتی احساس میکنم کمتر به من توجه میکنی دلم میگیره. اینطوری به جای دفاع درک و محبت رو به رابطه میشه. یا وقتی عصبانی میشی مکث کن و نفس عمیق بکش. مثلا اگه همسر دیر اومده خونه، به جای اینکه سریع واکنش نشون بدی میتونی بگی
میدونم خسته بودی و کارت زیاد بوده، ولی لطفاً دفعه بعد خبر بده تا من کمتر نگرانت باشم. یه نکته طلاییه که میگه یاد بگیرید وقتی عصبانی هستید 10 ثانیه مکث کنید. نفس عمیق بکشید، بعد حرف بزنید. این کار میتونه کل مسیر بحث رو تغییر بده و از حاشیه سازی جلوگیری کنه. اختلاف اگه درست مدیریت بشه فرصتیه برای درک بهتر همدیگه. تا اینجا که یاد گرفتیم چطوری تو موقعیت‌های سخت عاقلانه رفتار کنیم، حالا بریم سراغ یه قسمت شادتر. چطور تو رابطه هامون لحظات خوش و خاص خلق کنیم. بخش سوم، خلق لحظات شاد. خنده و شادی معجزه رابطه هاست. شادی‌های کوچیک مثل قندهایی هستن که تلخی‌های روزمره رو از بین میبرن. این شادی‌ها میتونن زندگیمون رو از یک نواختی نجات بدن. چند ایده شاد. مثلا میتونین با هم یه فیلم کمدی ببینید، بازی کنید یا حتی یه غذای عجیب و غریب درست کنید. هر هفته بدون هیچ دلیلی یه هدیه کوچیک به هم بدید، مثل یه گل، یه یادداشت یا حتی یه شکلات. با هم یه خاطره بامزه از گذشته رو مرور کنید و با صدای بلند بخندید. این لحظه ها معجزه شادی رو به زندگی شما هدیه میده. حالا که از شادی‌های کوچیک حرف زدیم، بریم یه موضوع عمیق‌تر رو بررسی کنیم. داشتن اهداف مشترک و اینکه چطوری میتونیم زندگیمون رو هدفمندتر کنیم و همزمان رابطمون رو قوی‌تر. بخش چهارم، داشتن اهداف مشترک، راز یک رابطه قوی. داشتن اهداف مشترک رابطه رو معنادارتر میکنه. دوستای خوبم، داشتن هدف مشترک مثل یه چسب قوی میمونه که رابطه رو محکمتر میکنه. مثل چراغی در مسیر زندگی که شما رو به هم نزدیکتر میکنه. این اهداف میتونن بزرگ یا کوچیک باشن، اما مهم اینه که هر دو برای رسیدن به اونا تلاش میکنید. مثلا میتونید تصمیم بگیرید هر ماه یک کتاب بخونید و دربارش حرف بزنید، یا برنامه ریزی کنید برای رفتن به یه سفر هیجان انگیز. این هدفهای مشترک هم رابطتون رو معنادارتر میکنه، هم شما رو به هم نزدیکتر. برای مثال یه دفترچه درست کنید و توش اهداف مشترکتون رو بنویسید. هر بار که به یکی از اونا رسیدید جشن بگیرید. هدفهای مشترک پیوند شما رو قوی‌تر میکنه. حالا که تا اینجا درباره اهداف و لحظات شاد صحبت کردیم، بریم سراغ یه نکته خیلی مهم. چطور تفاوت‌های همدیگر رو بشناسیم و به جای جنگیدن باهاشون اونا رو بپذیریم. بخش پنجم، پذیرش تفاوت‌ها، هنر عاشق بودن. هیچ کدوم از ما مثل هم نیستیم و این اصلاً چیز بدی نیست. تفاوت‌ها میتونن رابطه رو جذاب‌تر کنن. مثلا اگر شما یه آدم آروم هستید و شریک زندگیتون خیلی پر انرژیه، به جای تغییر دادن همدیگه دنبال تعادل باشید. یه نکته مهم هست که میگه به جای تلاش برای تغییر همدیگه، این تفاوت‌ها رو بپذیرید و زیبایی رابطتون رو در همین تفاوت‌ها پیدا کنید. یادتون باشه تفاوت‌ها به شرطی که درک بشن میتونن رابطتون رو پخته‌تر و زیباتر کنن. تفاوت‌ها میتونن مکمل هم باشن، نه مانع هم. دوستای خوبم، همه این چیزایی که گفتم به یه حقیقت ساده ختم میشه. عشق یه انتخابه. هر روز میتونید تصمیم بگیرید عاشق تر باشید. برای شروع همین امروز یه قدم بردارید. یه پیام محبت آمیز برای شریک زندگیتون بفرستید. مثلا بگید فقط خواستم بگم دوستت دارم و از بودنت ممنونم. هر روز یه کار کوچیک برای نشون دادن عشقتون انجام بدید. مثلا یه یادداشت بزنید رو آینه یا یه پیام براش بفرستین که دوستت دارم، ممنونم که هستی. بیاین یه جمع‌بندی کنیم و پادکست امروز رو به پایان ببریم. عشق یه انتخابه. عشق چیزی نیست که یه بار اتفاق بیفته و تموم بشه. باید هر روز براش وقت بذاری و انتخابش کنی. هر روز صبح تصمیم بگیرید که عاشق تر باشید. زندگی مشترک یه سفره. با قدردانی، احترام، لحظات شاد، اهداف مشترک و پذیرش تفاوت‌ها
میتونیم این سفر رو به بهترین شکل ممکن پیش ببریم. دوستای خوبم، مرسی که وقت گذاشتید و این پادکست رو شنیدید. امیدوارم این پادکست برای شما مفید بوده باشه و رابطه هاتون رو قوی تر کنه. مرسی که همراه من بودید. تا پادکست بعدی یادتون باشه عشق یه انتخابه. انتخاب کنید که امروز عاشق تر باشید. مراقب خودتون و دلاتون باشید. خدا نگهدار.